Tech. چه کسی یک لیسنر خوب هستش، یک شنونده خوب هست؟ آها، همین سوال خیلی خوبی بود. میخواستم اول از خودت شروع کنم، مثلا بپرسم ازت که به نظر تو وقتی به یکی بهت میگه فلانی مثلا شنونده خوبیه، چی میاد تو ذهنت؟ چه تعریفی میاد تو ذهنت؟ من تعریفی که میاد تو ذهنم اینه که کسی که یه سری پوینت ها رو میبینه، حالا میشنوه، یعنی پوینت ها رو درک میکنه و میتونه بعداً ازش استفاده کنه. من اگه همچین چیزی تو ذهنم. توی تعریف یک لیسنر خوب یا همون شنونده خوب که توی این پادکست میگه اینه که شنونده خوب شنونده‌ایه که مکالمه رو بیاره با یک اسکیل و مهارتی بیاره به سمتی که هم برای خودش جذاب باشه مکالمه، هم برای طرف مقابل. که حالا چجوری میتونه این قضیه اتفاق بیفته؟ یکی از مهمترین چیزش اینه که بلد باشه چجوری سوال بپرسه. یعنی در واقع میشه گفت شنونده خوب یک سوال پرسنده خوبه، یعنی بلد چجوری سوالای خیلی خوبی انتخاب کنه. که حالا من قطعا توضیح میدم که چجوری توی این اپیزود، نه توی اپیزودهای بعدی، چون یه بحث خیلی مهمیه و به نظر خود اریک هم میگه که مهمترین سوشال اسکیل یا مهارت اجتماعی همین شنونده بودنه. بعد و یکی از چیزایی که مثلا به خیلی مهمه که نشون میده که کی شنونده خوبیه، اینه که چجوری بفهمه که برای طرف مقابلش چه موضوعی مهمه برای صحبت. و از تو اونها مثلا اون چیزایی که خودش دوست داره رو باز یک فیلتری بذاره روش، برداره و اینجوری خب باعث میشه که اون مکالمه خیلی خوب و لذت بخش بشه، جذاب بشه. حالا اصلا چرا باید یه شنونده خوب باشی؟ مثلا حالا ببین، مثلا چیزی که خود اریک، مثلا تجربه خود اریک میاد میگه که یک مقدار خیلی زیادی از اون بحث هایی که با پارتنر یا دوست دخترش داشته، با بعد از اینکه تمرین کرده که شنونده خوبی باشه، اینا همه از بین رفته. چرا؟ چون اعتقاد داره، میگه که مثلا دیدی که توی رابطه ها مثلا اکثرا 6 ماه اول یا مثلا تایش یه سال اول خوبه، بعد دیگه کم کم مثلا میره به سمت کمرنگ میشه، مثلا عشق و علاقه کم میشه و اینها. حالا میگه میگه این ریشش در اینه که ما توی روابطمون لیسنرهای و شنوندهای خوب نیستیم و به طرف مقابلمون یه فضا رو نمیدیم. یه فضا رو نمیدیم که صحبت کنه. در نتیجه مقدار خیلی زیادی چیزهای کوچولویی که از همدیگه ناراحت میشیم، اینا میمونه توی ذهنمون که در موردش صحبت نمی کنیم و اینها بدون اینکه خودمون متوجه بشیم در طول زمان باعث میشه که روابط ما از عمیق به سمت غیر عمیق چیز کنه. یه پوینت مثبته. من همیشه فکر می‌کردم بله